درس اول. به این مکالمه فقط گوش دهید. این کلمه به معنای سلام است. Hello. حالتون چطوره؟ How are you? خوب. Fine. ممنون. Thanks. بله. Yes. نه. No. و. And. شما. You. از. From. از ایران یا اهل ایران. From Iran. کانادا. Canada. اهل کانادا. From Canada. من هستم. I am. خوبم. I'm fine. من اهل ایرانم. I'm from Iran. من نیستم. I'm not. شما هستید. You are. شما اهل کانادا هستید. You're from Canada. آیا شما هستید؟ Are you? هم، نیز و همچنین. Two. من هم اهل ایران هستم. I'm from Iran too. حالا به این مکالمه گوش دهید. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thanks. Are you from Iran? Yes, I'm from Iran. And you? Are you from Iran too? No, I'm not from Iran. I'm from Canada. یک خانم کانادایی دارد با یک آقای ایرانی صحبت می کند. ابتدا به او سلام می کند. این کلمه سلام است. اول گوش دهید و بعد با صدای بلند تکرار کنید. Hello. Hello. در زبان انگلیسی چیزی به نام تشدید وجود ندارد. پس دوباره گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. Hello. Hello. اکنون می‌خواهید به شخصی به نام جیم سلام کنید. ابتدا گوش دهید و بعد با صدای بلند تکرار کنید. Hello, Jim. Hello, Jim. مرد هم به زن سلام می‌کند. پس بگویید سلام. Hello. Hello. سپس خانم از او احوال پرسی می‌کند. معنای این جمله این است: حال شما چطور است؟ گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. How are you? How are you? Are you? How are you? این کلمه به معنای چطور است. گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. How? How? بگویید چطور. How? How? این کلمه به معنای شما و یا تو است. گوش کنید و با صدای بلند تکرار کنید. You. You. کلمه شما کدام است؟ You. You. این کلمه به معنای شما هستید است. گوش کنید و با صدای بلند تکرار کنید. You are. Are. You are. چگونه میگویید شما هستید؟ You are. You are. حالا میخواهیم بپرسیم آیا شما هستید؟ یعنی عملاً جمله شما هستید را به صورت سوالی بیان کنیم. در زبان انگلیسی برای سوالی کردن جملات جای فعل و فاعل یا کلمه اول و دوم را عوض می کنند. حالا به این جمله گوش دهید. آیا شما هستید؟ Are you? Are you? حالا می خواهید بپرسید حال شما چطور است؟ برای این گونه سوال ها شما باید این گونه سوال کنید. چگونه هستید آیا شما؟ یا آیا شما چگونه هستید؟ How are you? How are you? حالا می خواهید بگویید خوبم. در زبان انگلیسی شما باید بگویید من خوبم. حالا گوش دهید و کلمه من را با صدای بلند تکرار کنید. I. من به زبان انگلیسی چه می شود؟
I. زمانی که به شما میگویند گوش دهید، یعنی باید با دقت کامل گوش دهید تا بتوانید تلفظ صحیح را از نادرست تشخیص دهید. حالا با دقت به این جمله گوش دهید. این کلمه به معنای هستم است. حالا گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. Am. هستم به زبان انگلیسی چه می شود؟ Am. حالا سعی کنید بگویید من هستم. I am. شما هستید به زبان انگلیسی چه می شود؟ You are. حالا سعی کنید بگویید سلام، حالتان چطور است؟ Hello, how are you? بگویید من هستم. I am. این کلمه به معنای خوب است. گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. Fine. برای اینکه بتوانید تلفظ صحیح را ادا کنید و آن را در خاطر بسپارید، باید آن را با صدای بلند تکرار کنید. حالا دوباره تکرار کنید. خوب. Fine. حالا سعی کنید بگویید حال من خوب است. دارید میگویید خوبم. من هستم خوب. I am fine. بگویید من هستم. I am. در زبان انگلیسی برای سلیس‌تر و روانتر شدن مکالمات از شکل فشرده و یا خلاصه جملات استفاده می شود. مثل زبان فارسی که به جای اینکه بگویید من خوب هستم میگویید من خوبم. اینجا شکل فشرده است برای من هستم. I'm. حالا اول شکل غیر فشرده و سپس شکل فشرده رو تکرار می کنیم. گوش کنید و با صدای بلند تکرار کنید. I am. از حالا به بعد از شکل فشرده جملات استفاده می کنیم، مگر اینکه به شما گفته شود که از شکل غیر فشرده استفاده کنید. حالا به صورت فشرده بگویید من خوب هستم. من خوبم. I'm fine. این کلمه به معنای ممنون یا متشکرم است. گوش کنید و با صدای بلند تکرار کنید. Thanks. برای بیان اول این کلمه که به صورت TH گفته می شود باید به صورت تک زبانی یا چسباندن زبان به پشت دندانهای بالا بیان شود. بگویید thanks. به جو سلام کنید. Hello, Joe. از او احوال پرسی کنید. How are you? به او بگویید خوبم ممنون. I'm fine, thanks. حالا می‌خواهید از او بپرسید که آیا اهل ایران است یا از ایران است یا خیر. اول به کلمه از گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. From. دقت کنید که بنای تلفظ این کلمه نگویید فرام. باید بگویید from، یعنی حرف F و R باید به صورت سریع و بدون فاصله بیان شوند. پس بگویید from.
برعکس زبان فارسی در زبان انگلیسی بسیاری از حروف بی صدا پشت سر هم بدون فاصله بیان می شوند. در زبان فارسی به ندرت از این جور کلمات داریم. پس باید با تلفظ صحیح و به صورت درست بیان شوند. دوباره تکرار کنید. از from این تلفظ صحیح کشور ایران است. ایران دوباره بگویید ایران. ایران حالا سعی کنید بگویید اهل ایران یا از ایران. from Iran بگویید شما هستید. You are سعی کنید بگویید شما اهل ایران هستید. شما باید بگویید شما هستید از ایران. You are from Iran. You are from Iran. دوباره باید مانند الگوی قبل با پس و پیش کردن دو کلمه اول جمله سوالی را تشکیل دهید. حالا بپرسید آیا شما از ایران هستید یا آیا شما اهل ایران هستید؟ Are you from Iran? Are you from Iran? بگویید شما اهل ایران هستید. You are from Iran. You are from Iran. بگویید من هستم غیر فشرده. I am. حالا سعی کنید به صورت غیر فشرده بگویید من اهل ایران هستم. I am from Iran. I am from Iran. حالا به صورت فشرده بگویید من اهل ایرانم. I'm from Iran. I'm from Iran. بگویید من اهل ایرانم. I'm from Iran. I'm from Iran. این یعنی بله یا آره. گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. Yes. Yes. آره به زبان انگلیسی چه می شوند؟ Yes. Yes. بپرسید آیا شما اهل ایران هستید؟ Are you from Iran? Are you from Iran? بگویید بله من اهل ایرانم. Yes, I'm from Iran. Yes, I'm from Iran. این کلمه به معنای و است. گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. And. دوباره بگویید و. And. بگویید بله من اهل ایرانم. Yes, I'm from Iran. Yes, I'm from Iran. حالا می‌خواهید بپرسید شما چطور؟ در زبان انگلیسی شما باید بپرسید و شما. حالا بپرسید شما چطور؟ And you? And you? بگویید و. And. حالا سلام و احوال پرسی کنید. Hello, how are you? Hello, how are you? خوبم ممنون. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. شما چطور؟ یعنی می‌خواهید بپرسید و شما؟ And you?
And you? میخواهیم بگوییم من هم خوبم. به کلمه هم، نیز و همچنین گوش دهید. Two. Two. هم به زبان انگلیسی چه می شود؟ Two. Two. معمولاً از این کلمه در پایان جملات استفاده می شود. حالا سعی کنید بگویید من هم خوبم. I'm fine too. I'm fine too. حالا سعی کنید بگویید منم اهل ایرانم. منم از ایرانم. I'm from Iran too. I'm from Iran too. آیا شما اهل ایران هستید؟ Are you from Iran? Are you from Iran? بپرسید آیا شما هم اهل ایران هستید؟ به خاطر داشته باشید که کلمه هم در آخر جمله می آید. Are you from Iran too? Are you from Iran too? این کلمه به معنای نه است. گوش دهید و با صدای بلند تکرار کنید. No. No. دوباره بگویید نه. No. No. بپرسید آیا شما اهل ایرانید؟ Are you from Iran? Are you from Iran? جواب دهید نه. No. No. این کلمه به معنای من نیستم است. گوش دهید و تکرار کنید. I'm not. Not. I'm not. دوباره تکرار کنید من نیستم. I'm not. I'm not. حالا سعی کنید بگویید من اهل ایران نیستم. میخواهید بگویید من نیستم اهل ایران. I'm not from Iran. I'm not from Iran. بپرسید آیا شما هم اهل ایرانید؟ Are you from Iran too? Are you from Iran too? بگویید نه من اهل ایران نیستم. No, I'm not from Iran. No, I'm not from Iran. این کلمه به معنای کانادا است. گوش دهید و تکرار کنید. Canada. Da. Canada. بگویید کانادا. Canada. Canada. بگویید من اهل ایرانم. I'm from Iran. I'm from Iran. حالا سعی کنید بگویید من اهل کانادا هستم. I'm from Canada. I'm from Canada. بگویید منم اهل کانادا هستم. I'm from Canada too. I'm from Canada too. حالا سعی کنید بگویید سلام حالتان چطور است؟ Hello, how are you? Hello, how are you? من خوبم ممنون. I'm fine, thanks. I'm fine, thanks. آیا شما اهل ایرانید؟ Are you from Iran? Are you from Iran? بله من اهل ایرانم.
Yes, I'm from Iran. Yes, I'm from Iran. شما چطور؟ And you? And you? آیا شما هم اهل ایرانید؟ Are you from Iran too? Are you from Iran too? نه، من اهل ایران نیستم. No, I'm not from Iran. No, I'm not from Iran. من اهل کانادا هستم. I'm from Canada. I'm from Canada. حالا به مواردی گوش دهید که تلفظ آنها نیاز به دقت بیشتری دارد. با دقت گوش کنید و با صدای بلند بعد از گوینده تکرار کنید. Hello. Hello. How. How. Thanks. Thanks. From. From. Iran. Iran. Canada. 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 You are. You're. You're. بگویید شما اهل کانادایید. You are from Canada. You are from Canada. شما هستید چه می شود؟ You are. You are. فرم فشرده شما هستید این است. Your. Your. حالا اول فرم غیر فشرده و سپس فرم فشرده رو با صدای بلند تکرار کنید. You are. Your. You are. Your. حالا با فرم فشرده بگویید شما اهل کانادایید. You're from Canada. You're from Canada. بگویید سلام. Hello. Hello. آیا شما اهل ایرانید؟ Are you from Iran? Are you from Iran? بپرسید حالتون چطور است؟ How are you? How are you? بگویید سلام حالتون چطور است؟ Hello, how are you? Hello, how are you? خوبم به شکل فشرده. I'm fine. I'm fine. سلام بکنید. Hello. Hello. حالتون چطور است؟ How are you? How are you? خوبم. I'm fine. I'm fine. آیا شما اهل کانادا هستید؟ Are you from Canada? Are you from Canada? بگویید بله من هستم به شکل فشرده. Yes, I am. Yes, I am. آیا شما هم اهل کانادا هستید؟ Are you from Canada too? Are you from Canada too? بگویید نه من اهل ایرانم.
No, I'm from Iran. No, I'm from Iran. من اهل کانادا نیستم. I'm not from Canada. I'm not from Canada. آیا شما هم اهل ایرانید؟ Are you from Iran too? Are you from Iran too? نه، من اهل کانادا هستم. No, I'm from Canada. No, I'm from Canada. بگویید شما هم اهل ایرانید. به صورت فشرده. You're from Iran too. You're from Iran too. حالا دارید با یک مرد صحبت می کنید. بگویید سلام. Hello. Hello. حالا از مرد بپرسید حالتان چطور است؟ How are you? I'm fine, thanks. بپرسید آیا شما اهل ایرانید؟ Are you from Iran? Yes, I'm from Iran. And you? Are you from Iran too? بگویید نه، من اهل ایران نیستم. من اهل کانادا هستم. No, I'm not from Iran. I'm from Canada. حالا با یک خانم صحبت می کنید. گوش دهید. Hello. به او سلام کنید. Hello. How are you? پاسخ دهید من خوبم، متشکرم. I'm fine, thanks. Are you from Iran? بگویید بله، من اهل ایرانم. Yes, I'm from Iran. شما چطور؟ می خواهید بپرسید و شما؟ And you? آیا شما هم اهل ایران هستید؟ Are you from Iran too? No, I'm not from Iran. I'm from Canada. حالا به این مکالمه اول درس گوش دهید. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thanks. Are you from Iran? Yes, I'm from Iran. And you? Are you from Iran too? No, I'm not from Iran. I'm from Canada. مجدداً گوش بدید. Hello. Hello. How are you? I'm fine, thanks. Are you from Iran? Yes, I'm from Iran. And you? Are you from Iran too? No, I'm not from Iran. I'm from Canada.